از لحاظ تئوری فقط 4 تا سبک فرزندپروری وجود داره. سبک استبدادی، محدودیت‌های شدید اما بدون ارتباط گرم و صمیمانه. سبک سهلگیرانه، حمایت عاطفی بسیار شدید، ارتباط گرم و خوب اما هیچ محدودیت قانونی وجود نداره. سبک مقتدر، ارتباط و حمایت عاطفی عمیقی وجود داره اما محدودیت‌هایی هم وجود داره. سبک بی‌توجه، نه ارتباط عمیق خاصی وجود داره و نه محدودیت خاصی. کلا والدین خودشون رو خیلی درگیر بچه نمی‌کنن. اخیراً یه سبک پنجمی هم کشف شده که در پایان این ویدیو بهش میپردازیم. بیاین تفاوت این 4 تا سبک رو بهتر درک کنیم. به این نمودار نگاه کنید، تفاوت آزادی کامل و محدودیت کامل و سردی کامل و صمیمیت کامل. حالا هر کدوم از سبک‌های مقتدر، سهلگیر، استبدادی و بی‌توجه جای خاصی از این نمودار رو اشغال می‌کنن. برای درک اینکه کودکان تو هر کدوم از این وضعیت‌ها چطور زندگی خواهند داشت، میتونیم زندگی 4 تا کودک رو تصور کنیم. سارا والدینی استبدادی داره. اونا فرزندشون رو دوست دارن ولی معتقدن باید قوانین و محدودیت‌های سفت و سختی براش در نظر بگیرن تا بتونه توی جامعه جا بیفته. اگه سارا گریه کنه به اون گفته میشه که بس کنه. اگه جواب بده به گوشه‌ای برای تنبیه فرستاده میشه. اگه فراموش کنه کارهای خونه رو انجام بده اجازه نداره با اسباب بازیاش بازی کنه. سارا یاد میگیره که سرکوب احساساتش و انجام وظایف تنها راه برای گذران زندگیه. برای اینکه بتونه عشق و محبت والدینش رو به دست بیاره کاملا مطیع میشه. ولی چون هیچ وقت اجازه نداشته که خودش تصمیم بگیره، وقتی بزرگ میشه نمیدونه واقعا چی میخواد. اون زندگی رو شروع میکنه که ممکنه از نظر جامعه و خانواده‌اش عالی باشه ولی خودش توی دلش خوشحال نیست. والدین سهلگیر مثل والدین آرش اونقدر اون رو دوستش دارن که فکر میکنن باید همه نیازهاش رو برآورده کنن و هیچ وقت بهش نه نگن. اون هرچی که بخواد رو از والدینش میگیره. اگه نخواد راه بره بغلش میکنن، اگه بستنی بخواد براش میخرن و اگه بخواد تا نصف شب بازی کنه میتونه این کار رو انجام بده. آرش بدون هیچ محدودیتی بزرگ میشه و هر کاری که خودش فکر میکنه درسته رو میتونه انجام بده. هیچ وقت یاد نمیگیری که با چالش ها کنار بیاد و نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه. چون همیشه هر چی که میخواسته رو گرفته، اگه چیزی باب میلش نباشه نمیتونه بپذیره. وقتی بزرگ میشه گاهی رفتار بی‌ملاحظه‌ای داره و نمیدونه که حد و مرزش کجاست. والدین مقتدر مثل والدین مانی به نیازهای اون احترام میذارن. اونا معتقدن که بچه باید آزادی داشته باشه ولی در چارچوب مشخص. مانی میتونه که آزادانه بازی بکنه ولی بعد از بازی باید کمک کنه که وسایل رو جمع کنه. اون میتونه روزهای جمعه بستنی بخوره و تلویزیون تماشا کردن و بازی کردنش هم محدود به 1 ساعت در روز. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که اونها ارتباط کلامی خیلی قوی دارن و با همدیگه صحبت میکنن و همدیگه رو درک میکنن. اونا نه کوتاه میان نه از تشویق و تنبیه استفاده میکنن. مانی یاد میگیره که شاید بعضی چیزها سخت باشه ولی والدینش همیشه حمایتش میکنن تا از پسش بر بیاد. بهش کمک میکنه که قدرت تحمل سختی‌ها رو داشته باشه و بره دنبال علایق خودش. سر کلاس با شجاعت و با احترام نظر خودش رو بیان میکنه. توی زنگ تفریح هم احساسات خودش رو بیان میکنه و عزت نفس بالایی داره. وقتی بزرگتر میشه قوانین رو فقط وقتی میپذیره که بتونه اونها رو درک بکنه و در موردش باهاش صحبت شده باشه. اما والدین بی‌تفاوت معمولاً توی زندگی بچه‌هاشون حضور ندارن. نیکی همیشه احساس تنهایی میکنه. اون آزادی کامل داره اما هیچ بازخوردی، محبتی و حتی توجهی دریافت نمیکنه. نیکی کم کم یاد میگیره که هیچ کدوم از کاراش اهمیتی نداره. این بی‌توجهی باعث میشه که به خودش و به بقیه اعتماد نکنه. نیکی احساس ناامنی پیدا میکنه، نمیتونه روابط سالمی برقرار کنه و یک خودپنداری منفی در مورد خودش میسازه. جالبه که برای اینکه دیگه حس نکنه که دوست داشتنی نیست، سعی میکنه که دیگه هیچ احساسی نداشته باشه. و خب البته این خیلی تلخه. در سالهای اخیر والدین بیش فعال که سعی میکنن در همه جنبه‌های زندگی فرزندان حضور داشته باشن به عنوان دسته 5 معرفی شدن.
چون نمیذارن که هیچ کاری رو بچه‌ها خودشون تنهایی انجام بدن، معمولا یاد نمیگیرن که با چالش‌ها چطور کنار بیان. تحقیقات نشون میده که این بچه‌ها علاقه‌ای به حل مسائل سخت ندارن، پشتکار ندارن و حتی برای کارهایی که به تلاش نیاز داره گاهی تنبلی از خودشون نشون میدن. 4 تا سبکی که در موردشون صحبت کردیم توسط دیانا بامرین روانشناس معرفی شده. اون برای فرزندپروری توصیه میکنه که بین سختگیری و پاسخگویی تعادل داشته باشین. کلا منظورش اینه که سعی کنید ارتباط کلامی و عاطفی خوبی با بچه‌ها داشته باشین و در این حال محدودیت‌ها رو هم حفظ کنید. و در نهایت با یک جمله از ماریا مونتسوری این ویدیو رو به پایان میرسونیم. هیچ وقت به بچه تو کاری که فکر میکنه میتونه موفق بشه کمک نکنید. نظر شما چیه؟ آیا والدین باید از یک سبک واحد استفاده کنن یا بسته به شرایط سبکشون رو تغییر بدن؟ تجربه شما چی بوده؟ تجربه دوران کودکی خودتون چی بوده؟ برای دیدن ویدیوی اصلی این آموزش میتونید به وبسایت sproutschool.com سر بزنید. ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید.